خواهش از طرف زنها. گفتن که بابای حاجی مردهای ما در روسیه هن، در مهاجرت هن، برای امنا یا مراجعت که همین را در همو صحیفت یا در همو شبکت همین را زبس که بگذار. چی بگو؟ بگو که همونها تیز تیز بیاین. یک دویم تلفن نمیکنن. برای حرامی نکردن خودشان نکاح میکنن. ما چی کار کنیم؟ فقط سوم روان میکنن، لیکن آمدنشان یا یاد فرزنداشون چی میشود؟ بعد گفتن ما میشنویم پدر و مادراشون نمیماننشان که بیاین. خب خلاص در اینجا سخن بسیار گفته است. خواهیشان همین است برادرای عزیز و گرامی، خواهیشان همین است که بگو همونها را که تیزتر بیاین. 3 سال شد میگه، یکیش میگه 5 سال شد، یکیش میگه 11 سال شد شوهرم نمیآید. میگه بابای حاجی دادرای عزیز، من با واللهی باللهی تاللهی قسمهای حانسی ای که من عیناً چیزی را که می زنها با طریق سوال و تلفن بر من میکنن من به گوش شما رساندستم. میگن که اونها خودشان میروند در اونجا مقصد بگذار اگر نکاح کرده هم یک کسا بگیرن. ما چیکار کنیم؟ ما مقصد همو طغیان شهوتی که ما را غم میته، ما او شهوت چیکار خاموش کنیم؟ این یک مسئله دیگر، دیر تلفن میکنن. در همین حاضر همین قدر آسان شده تلفن کردن. یک تلفن چیه برادر عزیز؟ یک تلفن کردن چیه که بگیری تلفن کنی هفته ده، حد اقل هفته ده یک بار اول با زنت صحبت کنی. بگذار اول با مادرت صحبت که، با پدرت صحبت که. زیرا بسیاری پدر و مادرای است که اگر من قطعی زن صحبت کنم با تلخی و میکفه که قطعی زنش گپ زد. ما پدر و مادرمون در همین مسئله بسیار بگیم جهل و جاهلیشون بسیاره. با اونها صحبت کردی تلفن ها بگیر در دست آیلت بته. حالا اینجا در گفتن که بعضیاش بعد زنگ میزنن، بعد مادرش میگه کی یا پدرش کی خیمو آیله ما در سلام بگو، انا بچکام آشنایی که خیمه سیاد سلامتم. آخی برادر اگر گپ قبه شوه میمبری اگر قطعیمو گپ زنی، یا اگر هم مادرت یا پدرت نماند که تلفن در دست یمو بتن، نمیشود گوی پدر مادر آخی همین زنم تو چکلی که بالای ما حق داری، همین زنم بالای ما حق داره، آخیر الله معین کرده، من چیکار کنم؟ در اینجا پدر مادر اطاعت نمیکنی. اطاعت کردن اینها ترا گناهگار میکنه. بگو تلفن بر در دستش بده، بگی تلفن علیا سلام علیک تبک، احوالش بپرس، کمبودیاش بپرس، دلبرداریش که او دلش شکستگی ای، او در خانه شما یک غلام ای. گفتی خودشون یک خرای در خانه شما، حالا که بزیمه او نیست کو، ولی خدا توفیق شون داده،
خداوند پدر و مادری خوبشون داده که میگه همون خسر خشتامند همون خانواده در خدمت کرد. اگرچه این بزیمه شون نیست، اینها که میکنن برای تو مشکلی که بگیری بگوی هزار رحمت. زنک پیامبر میگه اگر یک کس یک کروشکاوا بیاره در دستت بته، تیز جواب شو بگردون. چیش بگو؟ جزاک الله خیرا، خدا جزای خیرت بده. یک کروشکا نه، هزارها کروشکا را در دهن مادر پدرت میریزه. تمام لباسای دادر اکا و اولاد همیشوه. روزی دراز بگیم خسته و مانده میشوه. ای خدا نمیترسی؟ تو حقی را پایمال میکنی، ای خدا نمیترسی؟ یا هم آهی دل دارن، او فرزندات هم آهی دل داره. راست میگن. یکی ای سببهای دست به حرام زدن امینا انمی خود شما این که 3 سال 5 سال 11 سال یا را سراغ نمیکنین. بعضیاتون دون بیام یک عروسی بوگنی را گرفتگی قطعی همونا زندگی داریم. زن حلال پاکیزه ای که اینها مقصد در دم پیری دستی تر میگرفتگی همینا هم. من پس نمیزنم یگان ملت، لیکن آن چیزی را که برای شما برداشت داره نمی زنای تاجیکی خدمانه. بسیاری همون زندارهایی که در همون جا هستن بپرسشان میگند که اونها با شما چی معامله میکنن. دلتانه نبره همون لوای سرخشانو، دلتانه نبره همون کسمتیکایی که چهرهاشون میکنن، دلتانه نبره همون دوخی که هم میزنن. اگر همون شرایط برای این زنها مهیا که به نام خدا از 1000 تا اونها در سکه و صورت در فسانی و در همه جهت این زن تاجیکی ما انشاءالله ارزنده است. برای همین برادر عزیز و گرامی، زن تا گفتم که در عوض یک کروشکک آب وقتی میگه جزاک الله خیرا بگو خدا جزای خیرت تیا، تو باید بگیری بگوی زنک پدر و مادر تا خدا رحمت کنه. زنک برکت بیاوی. من بسیار اطمینان دارم. زنک یک کم ترک صبر کن. انشاءالله می کارکم اندک بهبودی و یا 4 تنگک در دستم بزنه، خدا خواه حتما حرکت میکنم، میام باید خبرتون میگیرم. من هم میدونم شما ای مستی را رسیه نرفتین، لیکن با در ایجا باز ای هم همون چیلی که یک مشکلات را مجبور کرده برآمد رفتی، اینها را هم با نزدیک شیدن و خبر گرفتن و از حال اینها پرسیدن هم این هم بزیمت برادر عزیز. با راه هوایی نمیتونی، با راههای راه قطعی. خلاص چیکاری میکنی نمیکنی برادر عزیز، باید از حال زناتون بین خبر بگیریم. زیرا که خداشون با زبانو میستن، دیگر طاقت نمیتونیم. دیگر مقصد این شهوت چیزی نیست برادر عزیز که پیامبر گفته است وقتی شهوت غمتون میته روزه بگیرین. این بیچاره چند روزه میگیرن؟ برای همین این شکایت بر شما رسید برادر عزیز. من از همه شما به خاطر خدا اینهایی که مرا زنگ میزنن، مقصد اینها همه اینها رو من همچون فرزند قبول دارم، همچون خواهرای منن، همچون فرزندای منن و من امروز مسئولم. همین بیچاره فقط من در زنگ میزنه که میگد که حاجی بابا که خیلی من با یک زبانی عادی شیوگی تاجیکی برسانشان، شاید که یکی ننگ میکنن ناموس میکنن. بعد میدانین که نفرش بر من زنگ میزنه میگد که وقتی میگمش ای مردک آخی یادی خانه نمیکنی یا بار نمیای. بعد شما چی جواب میگین؟ بعضی هات بعد چو کردی؟ طاقت نمیکنی؟ صبر نداری؟ خطا خنک کدن در کاره برای بیرون دبوب را خنک کخته برای اجازت تده
ترا ننگت گجاده ای نامرد، ترا غیرتت گجاده ای که زنی تو ببرای بیرون در خچه خنک کنه. تو دم بیام روسیه را بگیری و امکانم داشته باشی نیایی بایم جابوگی برخت خنک. برادرای عزیز، با این حرف هاتان شما میدونید که دنیاتون خراب میکنین، آخرتتون خراب میکنین. تو مردنی نیستی. برای همین بسیار هرس باز میگم برادرای عزیز، همین خواهرایی که شما همین ها را نمیپرسین که همین را یک بار تلفن که این مردمی ما بسیار مردمی خوبه، یک بار با یک زبانی خوب، با یک زبانی ملایم، با یک زبانی نیک با او صحبت که حقارتش نکه. ببین تو همین حقارت میکنی، یک بار هم حقارتون میکنن. حالا که هم حقارت در حق داره، از ای روز پس من میگم شون که وقتی حقارت کرد حقارتش که. بیا برادرای خیلی نکنین، بین زندگیاتون خیلی اررشواد نکنین، زندگی خوب کنین برادر عزیز. چگونه حق بالاش داری، حق بالاش داره. تلفن نمیکنن میگه، تلفن کنین برادرای عزیز و گرامی. خداوند با توفیق بعضی همو پدرهاتون بگیره. با بعضی پدرهای بدبختی هست، بعضی برادرهای بدبختی هست که با زنهای شما را دعوتی به همخوابگی میکنه، بچه‌اش دور میبینه، دادرش دور میبینه. از نبودن اینها تا جایی که این زن دل برداری کنن، این زن مقصد گویم برای خانه برای خیلی یک زنی که در اینجا آخی ممکن نیست، مثال بودن تو در اینجا ممکن نیست، یکی یگان خبر یگان گپ نشوه تا جایی که این زن احتیاط کنن، با دعوتی به هم خوابگی میکننش. برای همین این چیزها را، این خطرها را بدانید. وقتی کار به این حد آمد، بعد میدونید تو یک عمر شرمنده ای دیگه. چیکار کرد؟ اکش قطعی زنش ساز گرفت. چیکار کرد؟ آتش قطعی زنش ساز گرفت. چیکار کرد؟ همسایه قطعی زنش ساز گرفت. برای چی؟ برای مرده خیلی 5 سال شید نمی آید. اینم یک مراجعتی بود از زنها که من بر گوش شما رسانیدم.